مجارد گل برای یوسف صبری شروع و کار سیاسی جدهو که پای که راستا خوش اوفیسن کردستان بسیارت گل مدا و برای یوسف گلک سپاس کوین گل مدانه یا شمی گرینگتر کو گل جارا وزیر در و خوش ماجا پکری گرینگی دنه هف بشاد گل هریما کردستان ده بردام بنجی پیگاه هریما کردستان جت نافچه داشت وی امریکای گل گرینگه ما بست امریکای چیه هم یعنی حساب گرینگی بحث هریما کردستان بتایبتی جد ویدمی داد که سه خالد یلا که دیگرین سر وقت بجن وزیر درباره امریکا بحث کردن که امریکا و هرما کردستان پیگیری گردن باهاین هاوبش باهاین دموکراسی باهاین مافی مروی باهاین پیگیری جیانا همی اولو نتوان باهای چهار نویسا ملتان او بهانه و امریکانی سرهاتی آوا کردن او بهانه او پیکر آزادی نیویورک به هاتی بلند کردن و امریکا سیاست خویا در و داوام باهایان به هندو و که بجن بگیرین تزانید هرما کردستان یکی شوان هرما یکی هل سالان نطوه که حتی وگاوه پاراسنا وان باهایان پیش و برنا مای دموکراسیت پیگوژیان همی اول آینان گریه هدف خویا استراتژی و که گزیرتر که دموکراتی پراسی در یک دیکتاتوری دا اوه که شوان باهایی که وزیر درباره امریکا بگیرنگی بحث کردی یادی برجواندی هفبش برجواندی هفبش امریکا و هرما کردستان شرط جی ارهاب دا شرط جی دیکتاتوریت دا پاراستنا اوان دست کفتت کد بجنه گلوبالیزیشن یعنی عولمه بازار آزاد اوی که هرما کردستان فاکتر اوی جی یعنی اوی حضارت نیا بشریت که جهان آزاد سرپرشته وید کرد یا دوی امریکا ساده و وزیر در و پلاسی قربانیدان پی مشترک یا هبش یا پیشمرگی و لشکر امریکا دزگار کردن عراق دا دشارت کرد القاعده و انصار وقت بجن سنه و زرقاوی و هواسا هبشیاوان یا شروان گل داعش و گروپ دیترن ارهابی جبیر نکریه و اوی که بشانازی وجه که مسئولی گوتی هم ده ایک برای داینه دیجی دیکتاتوریته دیجی اوان آلیت که خازن جاره کدیته داریاتی لسروش حالاتان آوراز و که بجن زال بکن و اوی دوره بوبن چپو که دیکتاتوریت بزرین نوه اوه یا قربانی دانه حبش گو بچنم افسه بنمایه برایس یوسف یعنی پیگوژیدان هر دو بابت داشت بیر نکرنا قربانی دانه هفبش امش بیرنا کنجی شر دشی تروری بتایبتیشی داعش هرما کردستان پیشمرگه و قربانی که زور داینه هفبشن امریکای بوینه بیر نکرنا و قربانی دانه بتایبتیشی و بیر اینانا آلین سیاسی عراقی که هرما کردستان اف قربانی دای چند یا گرینگه کل برانبری او ظلمانو کته تکره یعنی جی بهیس کرنا قواره سیاسی هرما کردستانه چند دا گرینگه ویده میدم بگم پیامه که بو دولت جیران بو دنیا در و بو حکومت فدرال عراق بو محکمه فدرال عراق بو آلی سیاسی و حشد شعبی و هندک وان دولت ها که به جرعت که نمروانه صاروخ دیگه نهر ما کردستانه که ام ایدی قبیل ناکین کردستان بردام بی سر قربانی دانا جدسته و بلکو حبه شامه امریکا که زلهه زهر مزنا دنیایه دمی که وید بیجیتن اف برجواندی حبش و اف وقت بی قربانی دانا حبش یای انکو هم دی برجواندی هم پارزین هم دی پا علیکین لگو بوچونت من ایدی امریکا هاتا سرخطه ایدی حد که هاتا دانم بو تجاوزا یا ایران بیتن یا حشد شعبی بیتن یا آلی دیترت عراق بیت بو تجاوز کردن سهر ما کردستان یا شکاندن بنمایت سرکیت فدرالیت و کم کنج دا صلات هر ما کردستان بلز ده ایدی حد که تا دانانو بزاجی که کلمه خوراگه بو هر ما کردستان بکارینای و پاراستن و به حزبونا حکومت هرما کردستان که یکیش هدفت خودت سرکی از باید که ما که نزدیک ده بالانس نگاهتون و ایدیره و که راست و درسته بو به حزبون هرما کردستان دست بکردن یعنی نوار جوینش دا اوجات یا بحث کردن که تو بیجی وک نمونه گزیرتک آرام نوار نافچه که تجی شر تجی پرزگریک و آلوزی حتی چرا ده هرما کردستان کاریه بالانس هیزه پارزه هم پیوندین گل امریکا کو او بخوجی وزیر در بحث کردن پیزن و او بردام جیم سر پیز کنوان پیوندیا گل ولات نافچه کو همی گفت پرزگری کت نیف براونه حتی گل هر ما کردستان جهنه حتی چرا ده کاری بالانس هیزه پارزه
سال نطوری که حتی بگه به حریم کردستان عامل استقرار بویا دیگل ترکیه دیگل ایران دیگل بغداد دیگل سوریه هیچ جاره که یک بلگه که لشکری یا سیاسی یا دیپلماسی نه که حریم کردستان ببیت عامل استقرار بوان دولتا یا ان زیده که یک لسر سنودت وان هاد بیده کرن بلکه به تمامی یا سایت نیب دولتی یا سایت حسن الجوار دیگر وان دولتا پیرو کرینه حریم کردستان میکر کینگ باید عراق دائما عامل استقرار باید عامل توافق و پیکرات نباید وان ولاتا دا لی نظر وان ولاتا بو حریم کردستان پراسی بتنه استقلال کردن حریم کردستان شکاندن حیبت و کرامت وی ولاتی باید لو ما هرچند دشین بجین حوله امریکا که جناب سروک بازانی جناب براگه و کاک مسئول بازانی تمثیل آوید کن چه جاره که جی ملکه چی سپاندن توان نبویه لیچه دمه که جی نبویه عامل به استقراریه بوانه و امریکا جی و صبحی جی عین واسا حریم کردستان او خالا به هفگهشتنا همین ناکوکایه ما پیوندید گل امریکا هنه لهمان دم داجی هم پیوندید گل ایران جهنه گل ترکیه و گل وقت بجن سوریه و بغداد جهنه و چه جایی هم نبوینه هف پیمانه که ایکش وانه دیجیلانه دیده هرچند دیگه که مسئول بازانی که بجید بشانازی هم هف پیمانت امریکایی نه چه که واقع میه هی پیشی سالان نطویه که حتی که زوج دولت سره اوی هف پیمانی آمد گل امریکا و جهان آزاده و هم دی بردامیه جدینه به هف پیمانیه چه که مانا ملت ما و دموکراسی بونا به ملتی و کرامت به ملتی حتی که زویا بوانه و گره دایه آلیه دیته محاولش کاندن و پیپاس کرنا برجواندیت حریم کردستانت کن نوا جوینه دا نوا آخفنین هر دو آلیان دا طیبتشی بحثا حتی بریارین دادگاه فدرالی جهات تکرن که چه پیامین راستا و خوبن یا جیه نه راستا و خوبن که اف کارتی تکرن او بریارتین درخستن نه دستوری نه یاسایی نه حتی چرا دا افده بنا طیبتشی بنگه که دادگاه فدرالی ایرو پیدا چونه که توان بریار داب که اوین داین و ایرو پیدا بریارین حوصا نده که ند برجاند یا پیک و جانا و لی و نتوی حریم کردستان اجدامه که جوان حریم کردستان حریم فدرالی دستوری دام پیدایی اولی که دستور عراق لجمعیه عامه متحده و بجهاتی دانان و هواسا واقع حریم کردستان بری وی دستوری و بری عراقانی و بری رزگاربونا عراق سال 2003 امریکا دسته که بالا در نویسینا دستور عراق در دانانا و چبونا به حریم کردستان ده بویا او باش زانن امریکا محکمه بنا فدرال که براسی حتی ویگا ویجی لسه اساس ماده نوتو نوتو سه دستوری نهات یا پیکینان بلکه همان تشکیل بریار جمارسی یا سال 2005 یا پول پریمره راست سال 2021 به نیاسایی به قانون که آسایی به پنجی زایتک هاتا تفعیل کردن یا هاتا ابدیت کردن لدیسا شرط و مرجع دستوری استیب ماده نوتو نوتو سه تیدا نهات یا پیرو کردن اوی که محکمه یا بویا بدیلا و بجن تشریعه نه تشریعه که آسایی یا پارلمانی جی بلکه بجن مجلس تأسیسی که دستوری چید کردن اوهات قانون چید کردن بنمونه دستور دام پیدانه به همیوان یا ساین بری سال 2005 حریم کردستان در کفتین حق نی دیوان یا سایان نه تعدیل بکرد نه بجت شرعیان شرعی نه دوی بریار محکمه فدرال دا حتی حلوشاندنا کوتایت مسیحیه که قانون جماره که سالان تو دوی داتین بکیش یاسا بکیش ماده دستوری بکیش وقت بجن بین عرفه که دستوری تو تیت حلوشینی لو ما پراسی محکمه فدرال یا بوی او آلاوا شکاندنا حیبت حریم کردستانه او آلاوا زفراندنا عراقه بو دولت ساده و دولت که مرکزی و نهلانه و که دولت که فدرال و از باید کم جی ایدی دنیا سروید بجاپت هرچند دوید ام کرجی ایگرتی بین آخفنا وزیر دروادا اکمالیان افمالا کردی اساس به حزبونا میا دوید آلی سیاسیت کردی جی باش بزانن هولیر دیا پاراستی بید هر آلیه که گل هولیر بی دیا پاراستی بید هر آلیه که گل هولیر نبیتن دیگه بیتن برای دیتر دو از باید که من دنیا و امریکا نسبتویش مقام میکنه اوان ناشیب تایبتی تا آخفنا خود یعنی و که همه آخفتن راستا خوشی گود جبویوانا نافمالا کردی هفگرتنا نافمالا کردی گرینگه پشتی و سردانا سرک وزیران تیچا برای کرن آلیین سیاسیین حریم کردستان
حتی اگر ناکوکی هبن ین کم جیبن ادی رونشتنه که هفبش نیو برای همو آنده هبه بریارین هفبش بینه دا این کل برانبری ادی حکومت فدرال اگر مترسی هبن پیک و پراوستن یک دنگ بن جوینک تی چا برای کرن پشتی اوی سردانه اکلیزیا ناف مالا کردی ام داخلیت بجین دنیا دروت بجید اوی که وزیر دروی امریکا گود نونرا امم متحده بصعبات که هم میزان تشکل گرنگه لی اف اکلیزیا به مرکزیت هولیریه اف اکلیزیات دویتن آلیت کردی بین لحکومت لپارلمان لدستکفت ترما کردستانه لدوه کابینا برای گوره ایدا لدوه کابینا وکی بجیان نهی کن ببن دا خوازا به اکلاییت کن به اکلیزیت کن از باورم جی اما پیام که گلکا اکلا کرد بویا با همه آلی سیاسی که دو حکومتا خوب اکلیز ببن نه دو اجندا دیتر هیچ اجندا که دیتر لحرما کردستان نه تقبیل کردن من باور جی پشتی که مسعود زفریته و دی جوینه که برفرا همه آلی سیاسی دانید و به پیام قاطع یا امریکا و وقت بجی یا جواکی نیف دولتی دیگه این توان و اگر وان بوید هرما کردستان حبیتن دوی اکلیزی پارزن و اگر وان نویجی از بار کم دی سروان هیتا سپاندن او بخوجی دی کم ند برای که دا که مستقبل که راش چاور ریوان کرد برای یوسف صبر ایش رو و کار سیاسی پا که راستا خوش دو که گل مادا بون گلک سپاس بوه